سلام و سلام به همه دانش آموزای گل خودم. چطورید بچه ها؟ خوبید؟ بچه ها امروز اومدیم با تمرینات کتاب دیگه. الگوها رو بهتون یاد دادم، قراره حالا تمرینات کتاب مخصوص همین قسمت رو با هم یاد بگیریم. پس بزن بریم. نوشته جدول زیر نشان دهنده تعداد دوچرخه و تعداد چرخها، کلا چرخاست. حالا باید اینو کاملش کنی. اومده گفته یه دونه دوچرخه داریم، چند تا چرخ داره؟ دوتا دوچرخه داریم، چند تا چرخ پیدا میشه؟ 4 تا. 3 تا دوچرخه داریم، چند تا چرخ پیدا میشه؟ 2 3 تا 6 تا. حالا بریم بعدی. 4 تا دوچرخه داشته باشیم، پس اینا مثل بقیه ضرب در 2 میشه دیگه. میشه چند؟ 8. خب پس چی شد؟ 4 ضرب در 2. بعدی گفته اینجا رو گفته میریم تا بعدی. 8 ضرب در 2. بچه این یعنی چی؟ یعنی ما 8 تا دوچرخه داریم که هر کدومشون چند تا میشه؟ ضرب در 2 میشه دیگه. ضرب در 2 بشه میشه 16. و همین راحتی الگوش به دست من. برای تولید 10 عدد دوچرخه به چند چرخ نیاز داریم؟ خب کافیه بگین 10 ضرب در 2 میشه چند؟ 20 تا چرخ نیاز داری. حالا بچه پس فرمولش میشه به اون بگیم چیه؟ فرمول مساویه دوچرخه ضرب در 2. درسته؟ حالا 28 عدد چرخ برای تولید چند دوچرخه مورد نیاز است؟ خب 28 بچه ما یعنی 28 تا چرخ داریم. پس چند تا دوچرخه میشه؟ هر دوچرخه 2 تا چرخ داشت دیگه. درسته؟ پس باید بیایم بگیم 28 تقسیم بر 2 مساوی چند؟ بگید. بله 14 تا. به همین راحتی. آیا امکان دارد برای تعداد دوچرخه 19 عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟ بچه ما اعدادمون زوجه دیگه. دقت کنید 2 4 6 8 10 و غیره تا اینجا 16 اومده. بعدش هم که اومده تا 20 و 28. پس می‌نویسیم خیلی زیرا برای تولید دوچرخه به تعداد چرخ های چی نیاز داریم؟ چرخ های زوج بچه ها. پس اگر 20 تا بود به دست میاد، 19 تا به دست نمیاد دیگه. چه رابطه بین تعداد چرخ ها و دوچرخه وجود دارد؟ تعداد دوچرخه ها ضرب در 2 دیگه. درسته که تعداد چرخ هامون به دست میاد. اگر تعداد دوچرخه ها را با مربع و تعداد چرخ ها را با دایره نشان دهیم، خب میتونیم بگیم چی؟ بله مربع ضرب در 2. به همین راحتی. بریم پایینتر چی گفته بهمون؟ گفته به عددهای 2 4 6 8 10 12 14 غیره اعداد زوج میگوییم که بهتونم گفته بودم دیگه انواع اعداد. حالا بریم سراغ بعدی. نوشته با توجه به الگوی زیر شکل پنجم را رسم کنید. چشم رسم میکنیم. خیلی هم ساده و راحت. گفته اولی چند تاست بچه ها؟ یه دونه مربع. بعدی چند تاست؟ 1 2 3. بعدی 1 2 3 4 5 تا. بعدی 1 2 3 4 5 6 7 تا. بچه ها این اعداد چیه بچه ها؟ اعداد فرد دیگه. بعدی میشه 9 تا دیگه. پس 9 تا از این مربع های کوچولو. بذارید من اینو اوکی کنم. 1. بریم سراغ بعدی. بذارید من قلمون درست کنم. خب بریم بعد. نوشته شماره شکلمون چنده؟ 1. خب چند تا مربع داشتیم؟ یه دونه. شماره شکلمون 2. چند تا داریم؟ 3 تا. شماره شکلمون 3. چند تا داریم؟ 5 تا. شماره شکلمون 4. چند تا داریم؟ 7 تا. درسته بچه؟ خب
بخوایم فرمولش رو به دست بیاریم، البته این بهمون گفته دیگه، خیلی ساده میتونم بگم چی؟ فرمول شماره شکل توی پرانتز ضرب در 2 خب منهای 1. بچه‌ها یه بارم قبلا هم بهتون گفته بودم، میخوام پیدا کنم فرمولش رو. بذاری من قلمم رنگش عوض کنم. خب میمدیم میگفتیم دومی منهای اولی میکنیم، یعنی 3 منهای 1 مساوی 2. خب این 2 به چه درد ما میخوره؟ ما این 2 رو مستقیم میاریم میگیم شماره شکل ضرب در این عدد 2. خب حالا ضرب در 2 یکی 2 تا، اینجا یه دونه مربع داریم درسته، پس منهای 1 میکنیم. به همین راحتی فرمولش به دست میاد که اینجا هم نوشته. خب اینجا 9 شماره شکل نهممونه، ضرب در 2 میکنیم میشه 2 9 تا 18 تا منهای 1 17. من رنگ قلمم دوباره عوض کنم چشای شما درد نگیره. بذاریم سبز پررنگ. بریم پایین تر. نوشته چی؟ چندمین شکل با 23 مربع ساخته می شود. بچه‌ها من فرمولش اینجا نوشته بودم. خب شماره شکلمون رو نداریم درسته؟ شماره شکل ضرب در 2 منهای 1 دیگه. خب باید بشه چند بچه‌ها؟ 23. بذار من اینو پاک کنم، 3 مون خیلی زشت شد درسته؟ بله. خب یه ذره اینو تندتر هم بنویسیم که تایم ویدیو هم زیاد نبره. بچه ها ما هرچی اینجا داریم و خب بخوایم ببریم اونور مساوی برعکس میشه. اگه منهای 1 پس به علاوه 2 میشه، پس میام میگم 23 به علاوه 1. 23 به علاوه 1 اینجا ضرب در 2 من تقسیم بر 2 میکنم، میشه شماره شکل. چند میشه؟ 23 به علاوه 1 میشه 24. 24 تقسیم بر 2 میشه چند بچه ها؟ بگید. بله 12. شماره شکل 12. یه بار دیگه بهتون بگم. ببینید بچه ها ما اینجا فرمولمون اینه دیگه، بر اساس این فرمولمون رو به دست آوردیم. خب ما برای این که بخوایم هر چی رو ببریم این ور مساوی، چرا این ور مساوی؟ چون گفته تعداد مربع ها رو داده، شماره شکلمون رو نداده. پس اینجا علامت سوال برای ما. بقیه رو داریم به جز این. ما اینجا فرمولش هم که داشتیم، هر چی رو بخوایم ببریم این ور مساوی، علامتی که داشته برعکس میشه. اگه منها 1 بوده میشه به علاوه 1، یعنی 23 به علاوه 1. اینجا ضرب در 2 بوده، پس میایم اینور میشه تقسیم بر 2. به همین راحتی. خب آیا شکلی با 28 مربع ساخته میشود؟ چرا؟ خیر. چرا ساخته نمیشه؟ ببین بچه ها همه اینجا اعداد ما چی هم بچه ها؟ همشون عددهای ما فرده. خیر، چون برای ساخت مربع باید تعداد ما فرد باشد. درسته؟ با توجه به الگوی بالا رابطه روبرو را کامل کنید. خیلی خوب. شماره شکل ضرب در 2 منهای 1 تعداد مربعامون بود. بچه‌ها ببخشید یه لحظه وسط تدریسم برقا رفت، کلا همه چی پاک شد. اینجا گفتیم چی بود؟ من بیام دوباره اینو درستش کنم. اینجا گفتیم 2 منهای 1 دیگه. حالا اینجا گفته بود به جای تعداد مربع ها مربع بذاری و به جای شکل شماره شکل دایره بذاریم. خب شماره شکلمون ضرب در 2 بود منهای 1. چی رو به دست میاریم؟ مربع ها رو. به همین راحتی. خب به اعداد 1 3 5 7 9 11 و مثلا میتونیم بگیم 13 و مثلا میتونیم بگیم بعد 13 چند میاد بچه‌ها؟ بگید. آباریکلا. بهشون میگیم اعداد فرد. به همین راحتی. بریم پایین تر. نوشته معلم از دانش آموزان خواست که با رسم الگوی اعداد زوج را نشان دهند.
الگوی چند دانش آموز را در شکل زیر می‌بینید. محمد اومده با چی کشیده؟ با کبریت کشیده. ببین اینجا 2، اینجا بعدش میشه 1 2 3 4، بعدش میشه چند؟ 6، بعدش میشه چند؟ 8. شکل پنجممون رو بخوایم بکشیم اینجوری 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 اینجوری. خب چند تا شده بود اینجا؟ 4 تا، این 1، این 4 تا، این و این، و همین راحتی. خب تعداد چوب کبریت ها در الگوی بالا برابر اعداد زوج است. حالا اینجا اومده چیکار کرده؟ یکی دیگه علی اومده به صورت محور کشیده. پرش دوم، پرش سوم، پرش چهارم، پرش پنجم، ششم، هفتم و غیره. خب بریم بعد. این یکی اومده چیکار کرده؟ حسین اومده به صورت شکل کشیده. خب بعدی چند تا میشه؟ 1 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، دوباره 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا، و همین راحتی. ضرب در 2 بوده دیگه، هر چی پایین میشه ضرب در 2 میشه. نوشته تعداد دایره‌ها در الگوی بالا برابر اعداد زوج است. درسته. شما نیز الگویی رسم کنید که با همکلاسیاتون اینو دیگه توی کلاس باید خودتون حل کنید. فاطمه و زهرا الگوهای زیر را برای نمایش اعداد فرد رسم کردن. خواسته شده را خب بنویسیم. اینجا چند بوده؟ 1 بوده، بعد شده 3، بعد شده چند؟ 5، بعد شده چند؟ 2 4 تا 8 تا منهای 1 7، بعدی 2 5 تا 10 تا منهای 1 9 باید بشه دیگه. یه مثلث اینجوری میکشیم، 1 2 3 4. درسته. حالا 3 تا اینجاست، 4 5 6 7 8 9. درسته. آفرین آفرین. زهرا اومده اینجوری کشیده دیگه. بچه زیاده دیگه اینا، من باید زیاد بکشم ازش. اینجا میشه 1، تایم ویدیو هم زیاد میشه دیگه. 3 5، بعدی میشه چند؟ 7، بعدی میشه 9 و غیره. خب شما نیز الگویی رسم کنید که خب که در مورد شباهت ها و تفاوت اعداد زوج با همکلاسیتون گفتگو کنید که کنید. بچه اینجا یه دونه نکته داره، نکتهشو این پایین الان بهتون میگه. بریم ببینیم چی میگه. بچه من میخوام این اصلشو بنویسیم. حاصل جمع دو عدد زوج عددی زوج است. چرا؟ دو عدد زوج، هر عدد زوج، اینجا نکتهش اینجاست. 2 به علاوه 2 مساوی 4. مثلا میگم 6 به علاوه 4 مساوی 10. میبینی؟ حالا حاصل جمع دو عدد که یکی از آنها زوج و یکی فرد است میشه فرد. بچه ها چرا؟ ببین اینجا 6 زوج دیگه، به علاوه 5 میشه چند؟ 11. یا مثلا میام میگم 3 به علاوه چند بگم 4 میشه 7. میبینی هر عدد فردی رو با زوج جمع کنیم میشه چی؟ بله فرد. چرا؟ چون یه دونه همیشه تو فردا اضافه است دیگه. حالا حاصل جمع دو عدد فرد عددی زوج است. چرا؟ ببینید مثلا میگم 1 2 3 تا، این یه فرد دیگه. خب من میخوام با یه دونه دیگه 3 دیگه جمع کنم. 1 2 3. ببین این یه دونه فرده، اینم 2 تا فرده. میبینی؟ پس این دوتایی که اضافه بودن از توی فرد با هم بس میشن دیگه، جمع میشن یه زوج. پس دو عدد فرد با هم جمع کنیم میشه زوج. حالا بریم پایین تر. نوشته الگوی زیر را از چوب کبریت ها تشکیل شده است، جای خالی را پر کنه. خب این 3 شده، این 1 2 3 4 5 6. خب بعدی 1 2 3 اینجا میشه 6، بعدی این 6 رو به علاوه 7 8 9. اینجا 9، اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خب اینجا تعداد چوب کبریت هامون چند تاست؟ 3 تا بوده، بعد شده 6 تا، بعد توی این شکلمون شده چند بچه ها؟ 9 تا، توی این شکلمون شده 12 تا. رابطهش چی بوده بچه ها؟ 1 ضرب در 3. درسته؟ آها داره یه چیزی رو به ما میگه. 2 ضرب در 3، 3 ضرب در 3، 4 ضرب در 3. بچه ها چی رو داره به ما میگه؟ مضرب های عدد 3 رو دیگه. درسته؟ هر عددی وقتی ضرب در 3 بشه میشه مضرب عدد 3.
خب تعداد چوب کبریت ها شمارش 1 ضرب در چند بوده بچه‌ها؟ بذار من اینو پاک کنم، یه بار دیگه دستم خورد. بله تعداد چوب کبریت هامون ضرب در 3 بوده، درسته؟ خب تعداد چوب کبریت ها ضرب در 3. آیا تعداد چوب کبریت ها و شماره شکل ها با یکدیگه متناسبن؟ چرا؟ اینو بگید. اگه تونستید اینو بگید برام کامنت کنید، زیرش کامنت کنید. به عددهای 3 6 9 12 15 18 و غیره مضرب های 3 میگیم دیگه. چرا؟ چون 3 همش داره ضرب در از 1 شده تا این ضرب در 1 بوده، این ضرب در 2، این ضرب در 3 4 5 6. ببین همه اینا ویرگول بذارم، همه اینا ته ضرب در چی شدن؟ 3 شدن دیگه. پس به اینا میگیم مضرب های 7. به این اعداد میگیم مضرب های 7. بریم پایین چند تا مضرب دیگه هم بنویسیم. مثلا 3 7 21. بعدی 3 8 24 تا، 3 9 تا 27 تا، 3 10 تا 30 تا، 3 11 تا 33 تا. این 3 بچه. در صف بوفه مدرسه رضا نفر 4م است. این رضاست، نفر 4م، یعنی 1 2 3 این 4. اگر تعداد افراد داخل صف عددی زوج و کمتر از 20 باشد چند نفر میتواند پس از رضا در صف باشد؟ خب بچه ها من میتونم بگم بزرگترینشون که طولانی ترین، بذار بنویسم طولانی ترین نوشته عددی زوج و کمتر از 20. خب عدد زوج کمتر از 20 به جز یعنی 20 چه زوج دیگه ای داریم؟ 19 که فرده دیگه، درسته؟ پس میشه 18 تا. حالا مثلا میگیم 18 نفر کلا تو صف، یعنی تا 18 چند نفر میتواند پس از رضا باشد؟ خب خیلی ساده است. رضا هم 4مین نفر باشه، پس میگم 18 منهای 4 مساوی 14. بعدی حالا مثلا بگیم 16 نفره، 16 نفر باشن میگیم 16 منهای 4 مساوی 12. یا مثلا بگیم مثلا کلا 6 نفرن، 6 منهای 4 مساوی 2. 2 نفر بعد از رضا هستن. این از این 3 جواب مختلف دست آوردم. با کامل کردن الگوی عددی زیر مضرب های 5 را بنویسید. خب 5 یکی 5 تا، 5 2 تا 10 تا، 5 3 تا 15 تا، 5 4 تا 20 تا، 5 5 تا 25 تا، 5 6 تا 30 تا. خب پس به اینم میگیم مضرب های 5 دیگه، این اعدادی که اینجا میبینیم به همین راحتی. نهمین مضرب عدد 5 چنده؟ 5 ضرب در 9، 9 5 تا 45 تا. 55 چندمین مضربه؟ میگم 55 تقسیم بر 5 11میش، پس میشه 11مین مضرب. مضرب های 5 را تا 100 بنویسید. خب دیگه خودتون بنویسید دیگه، زمان زیاد میبره. الان نزدیک 20 دقیقه 25 دقیقه ویدیو ضبط شده. عددی کوچکتر از 10 انتخاب کنید و مضرب های آن را بنویسید. من 6 رو انتخاب میکنم. 6 6 6 6 6 6. خب 6 یکی 6 تا، 2 6 تا 12 تا، 3 6 تا 18 تا، 6 4 تا 24 تا، 6 5 تا 30 تا، 6 6 تا 36 تا. و همین راحتی این شد مضرب های 6. پس اینجا میشه مضرب های عدد 6 به همین راحتی. در جدول مقابل خانه های اعداد زوج را رنگ کنید. خب من چند تا نمونهشو براتون رنگ میکنم، دیگه خودتون بقیه رنگ کنید. این 2 4 6 8 10. ببین حالا همین رو زیر هم بزنم تون تون به دست میاد. خانه هایی که رنگ نشدن چه اعدادی را نشان میدن؟ فرد. اعداد فرد دیگه، درسته؟ وقتی زوج نباشه فرد عدد ما. آیا رقم دهگان اعداد زوج همیشه زوج است؟ بله.
چون ما قبلا بهتون توضیحاتش رو داده بودم دیگه، درسته؟ آیا رقم دهگان اعداد فرد همیشه فرد است؟ عدد فردا رو نگاه کنیم. بله بله درسته، بله. چگونه میتوان زوج یا فرد بودن عدد را مشخص کرد؟ خب از یکانش دیگه، درسته؟ از یکان عدد. در جدولی مانند جدول سوال 1 اعداد 1 تا 100 را بنویسید و مذهبش رو با اون رنگ کنید. خب 35 رو رنگ کنید که میخواد چی بگه بچه ها؟ دوباره میخواد برای ما چی؟ اعداد مضرب های اعداد 3 و 5 رو بگه. یعنی چی؟ بخش پذیری به 3 و 5 رو میخواد به ما یاد بده که من بهتون یاد داده بودم دیگه، درسته؟ بریم بعدی. نوشته الگوی زیر شکل 4 رسم کنید و کاملش کنید. خب 1 2 3 4 5 تاست، درسته؟ بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 تاست. بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تاست. بچه ها اینو چجوری به دست بیاریم؟ اگه گفتید این شده 5، این 8، این 11. چقدر؟ میام گفتم فرمولشو بخوام به دست بیارم، میام میگم 8 منهای 5 مساوی 3. شماره شکل لو ضرب داره 3 میکنیم، میام میگیم 3 یکی 3 تا. اینجا جوابمون چنده؟ 5. پس به علاوه 2 میکنیم، ببینیم بعدی هم درست در میاد یا نه. حالا بعدی 2 3 تا 6 تا به علاوه 2 8 درست در اومد. بعدی چنده؟ 3 3 تا 9 تا به علاوه 2 11 در اومد. پس این از این. چهارمی چند میشه بچه ها؟ می نویسیم 3 4 تا 12 به علاوه 2 میشه چند؟ 14. حالا میایم اینجا حساب میکنیم تعداد مربعامون رو که گفتیم اینجا 5، بعدی شد 8، بعدی شد 11، بعدی شد چند؟ 14. بعدی میایم حساب میکنیم 3 5 تا 15 تا به علاوه 2 17. بعدی 3 6 تا 18 تا به علاوه 2 میشه چند؟ 20. به همین به همین صورت. حالا رابطهش چیه بچه ها؟ 1 ضرب در 3 تو پرانتز به علاوه چند؟ 2. بعدی هم دیگه خودتون تون بنویسید. اینا رو هم که بنویسید بریم پایینش که تون بریم دیگه تمومش کنیم این درسو. بریم سراغ بعدی. با توجه به الگوی زی شکل 4 الگو با چند مکعب ساخته می شود؟ 1 2 3 4 تاست، درسته؟ پس این شد 4 تا. بعدی 1 2 3 4 5 6 7. بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شد 10. حالا حساب میکنیم دیگه. می‌نویسیم فرمول مساویه 7 منهای 4 کنیم میشه چند بچه ها؟ 3، درسته؟ حالا پس میگم شماره شکل ضرب در 3. اینجا شکلمون 4 دیگه، پس به علاوه 1 کنم ببینم درست در میاد یا نه. بعدی 2 3 تا 6 تا به علاوه 1 7. بعدی 3 3 تا درست شد. حالا بعدی شکل چندم با 25 مکعب ساخته می شود. میام برعکس اینو انجام میدم. گفتیم چیکار میکنیم؟ میام می‌نویسم چی؟ شماره شکل مساویه. گفته 25 مکعب داریم دیگه، درسته؟ پس به جای فرم اینجا می‌نویسم 25 منهای 1 تقسیم بر 3. 25 منهای 1 کنم میشه 24 تقسیم بر 3. 6 4 تا 24 تا 6 تا. ششمین شکل. رابطه بین تعداد مکعب‌ها و شماره شکل را بنویسید که نوشتیم اینجا. فاطمه سال 5. فاطمه در صف 31 نفره مدرسه نفر وسط است. درستی یا نادرستی جملات زیر را پیدا کنید. بچه‌ها 31 نفرن، خب فاطمه وسطیه. من اگر بخوام حساب کنم چی رو باید بگم؟ وسطی رو باید پیدا کنم دیگه. اینجا باشه
چند تا میتونم بگم؟ اینجا بگیم 15 نفر، اینجا هم 15 نفر، درسته؟ پس اینجا میشه نفر 16 همی میشه دیگه، درسته؟ بگردیم این کدوم میشه. فاطمه در صف 31 نفره. خب فاطمه نفر 15 هم است، اشتباه دیگه، گفتیم اینجا نیست 16 همی. 15 نفر قبل از فاطمه و 15 نفر بعد از فاطمه در صف هستن، این درسته. 15 نفر قبل از فاطمه و 16 اشتباهه. فاطمه نفر 16 صف است، درسته. این از این دوتا درست بود، این دوتا اشتباه بود. بریم سراغ سوال آخر امروزمون. به سوالات پاسخ دهید. 12 مضرب چه عددی میتونه باشه؟ میام میگیم 12 میتونه خود یک باشه. چرا؟ چون 12 رو یه بار میام میگم تقسیم بر یک میکنیم میشه 12. پس خود 12 هم هست، درسته. 12 تقسیم بر 2 کنیم میشه 6. پس میشه 2 و 6. بعدی 12 تقسیم بر 3 کنم چند میشه بچه؟ 4. پس میام میگم 12 3 و 4. 5 هم که نمیخوره، 6 هم که نوشتیم. این از این. 15 مضرب چه عددی است؟ میام میگم 1 خود 15 و چند؟ 5 و 3. و همین راحتی، درسته؟ این بود از آموزش امروز ما. تا آموزش بعدی و جلسه بعدی، خداحافظ.